من میخوام برگردم و کامپیوتر میخوام. زویرشاه هر روز این آرزویش را به تکرار به مادرش میگوید. آرزویی که بنفشه نظر و مادر طاهرشاه و زویرشاه در برآورده ساختن آن دست کوتاه دارد. این دو برادر 12 سال دارند و از پای روان محرومند. پزشکان بیماری آنها را یک نوع فلج گفتند که از طفلی به آن گرفتار شدند. قدیم دست به گریبان میشه فقط. کیا مرا میگردم من مکتب دا میمونه بسیار وقت. میرم میورمش خیلی نو کم کم براس فدای میکنم دانش شکرانه میکنم که خیلی قدر هست. یک ارخبره دو نمیده بو کدام دزدیدش. ای پدر زبط کدام دزدیدش. نقص در بدن این دو نورس را نزدیکان از خورده مشاهده کرده به طبابت پرداختند. 3 سال پیش منزل زیستشان در ناحیه واسه که آخران سرپناه خانواده بود فروختند. مبلغ خانه در طبابت صرف شد و حالا این خانواده در دوشنبه در یک منزل اجاره به سر میبرند. خیلی مساج گفتن سویت همش گفتن رفتیم در واسه بودیم رفتیم 10 روز پس پیش پریم برج می بودیم. نازن چی میکردیم چون گام نمیزدی. بعد یک دخترم بعد گفتن یک برج که می کلاسته امیرا گفت میگیرین گفت 3 امپول گفتم میذارین گاب نمیدره. بعد امروز $100 دا خریدیم ایرا زدیم این گاب درآمد. گاب زن شد نمیشه گاب زدن نمیتونست اوش خیلی گام. بنفشه نظر و 3 فرزند دارد. سمیه دختری آنها در باغچه تحصیل میکند و هیچ نقص جسمانی ندارد. پدر خانواده با ماشینی که یک خششان برای پیشبرد روزگار به وی داده است به تاکسیرانی مشغول است. یگانه درآمد آنها از همین پول تاکسی و 300 سومانی نفقه ماهانه 2 کودک معیوب است. 150 سومانی نفقه برای یک نورس معیوب به گفته والدین برای چند روز کفایت میکند. وزارت تندرستی رفتم گفتم خیلی مرا شما باید که برای نگاهبینی یا بکنین سوم میگیرن آدمو خود ضریبیان که بتینم گفتم خیلی هست قانونو نیست میگه قانون آواز نگاه هم نمیکنن. حیوانات خانگی گوسفند، حیوانات وحشی، موش آبی. زویرشاه در صنف 5 میخواند و با کمک نزدیکان میتواند کم کم قدم بردارد. طاهرشاه از این امکان محروم است. من کلانشم میخوام در کروسیه. برای چی در کروسیه میخوای کار کنی؟ برای کی در بالای ملیسا رئیس میشه. والدین ناامید نیستند و تمام امکانات را برای بهبودی صحتی فرزندان استفاده میکنند. طبیبان روسیه گفتند بیماری این دو نورس طبابت شونده است ولی مبلغ و وقتی بیشتر را طلب میکند. آن چیزی که این خانواده ندارند. امی ورج میگه که ما چند تا میخواد درسیه با پوخه زنده میگن که دراز میکنی طبابت وحده در خواب کم هم دید گفت که خیلی میزنه امو دید گفت که طبابت شونده اینه که 4 سال میره میوی من ندارم شرایط نمیرسه من 2 گوله که طبابت میکنم 3 تا خون اوشن طبابت میکنم دختر من. این خانواده امیدوارند برای طبابت و بپا خستن این دو جگربندشان شخصان سخاوت پیشه سهم میگذارند. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.